الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنونده های عزیز، وقتتان بخیر. به خبرهای این ساعت از رادیو حریت خوش آمدید. در نخست سرخط مهمترین اخبار. آغاز کار فاز دوم کانال قشتیپه طی مراسم بزرگ در ولایت بلخ. مقامات امارت اسلامی میگویند که تکمیل کانال قشتیپه افغانستان را خودکفا و استقلالیت غذایی به بار خواهد آورد. تأکید مولوی امیرخان متقی بر مساعد بودن زمینه همکاری‌های تجاری در کشور. متقی میگوید روابط امارت اسلامی در بخش‌های سیاسی و اقتصادی با جهان در حال پیشرفت است. ترس در دل شهروندان هرات از وقوع زمین لرزه‌های بعدی در این ولایت. پس از آن که زمین لرزه‌های پیهم از مردم هرات قربانی گرفت، مردم در این ولایت از بیم زمین لرزه چادر نشین شدند. ساخت و ترمیم 17 دیوار استنادی در شهرهای بدخشان تخار. کار ساخت این پروژه بزرگ زیربنایی برای 150 تن زمینه کار را فراهم کرده است. و در شمار کشته شدگان اسرائیل پس از حمله مبارزان فلسطینی افزایش آمده است. شنوندگان من باز هم خوش آمدین. امروز پنجشنبه 27 ماه ربیع الاول سال 1445 هجری قمری و 20 میزان سال 1402 هجری شمسی است که برابر می شود با 12 ماه اکتبر سال 2023 میلادی. مشروع خبرها. مقامات امارت اسلامی روز گذشته طی سفر به ولایت بلخ در مراسم کار ساخت فاز دوم کانال قشتیپه را آغاز و فاز اول این کانال را به بهره برداری سپردند. در این مراسم مقامات امارت اسلامی به شمول مولا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء تاکید کردند که با تکمیل کانال قشتیپه افغانستان در بخش غله خودکفا خواهد شد. مولا عبدالغنی برادر میگوید که هدف از ساخت کانال قشتیپه ضرر رساندن به کس نیست، بلکه یگانه هدف آن افغانستان خودکفا و استفاده از منابع طبیعی به گونه بهتر است. با این وجود کانال قشتیپه از دریای آمو در ولسوالی کلدار بلخ شروع و الی ولسوالی اندخوی فاریاب ختم می شود. عرض این کانال 100 متر، عمق آن 8.5 متر است و در مدت 6 سال تکمیل خواهد شد. از سوی هم مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی در مراسم افتتاحی کار فاز دوم کانال قشتیپه میگوید که ساخت این کانال به ضرر هیچ کشور همسایه افغانستان نیست و امارت اسلامی به حقوق همسایگانش احترام دارد. آقای مجاهد می‌افزاید که کار فاز دوم کانال قشتیپه در حال آغاز می شود که 1 سال پیش باورها به این بود که امارت اسلامی نمی‌تواند کار این کانال را شروع و تکمیل کند. سرپرست وزارت دفاع ملی می‌افزاید که با تأمین شدن امنیت زمینه تطبیق پروژه‌های بزرگ و کوچک در کشور فراهم شده است. با این وجود کار فاز اول کانال قشتیپه 8 ماه پیش از وقت معین آن تکمیل شده و روز گذشته مقامات امارت اسلامی برای افتتاح کار فاز دوم این کانال به ولایت بلخ رفتند. مسئولان محلی ولایت هرات اعلام کردند که زمین لرزه صبح روز گذشته که چندین پس لرزه داشت در ولسوالی های رباط سنگی، گلران و انجیل این ولایت بیش از 100 خانه مسکونی را تخریب کرده است. به گفته مسئولان محلی هرات در این زمین لرزه 1 تن جان سپرده و 150 تن هم زخم برداشتند. با این حال خبرنگار رادیو حریت در هرات میگوید که اکثر شهروندان این ولایت از بیم زمین لرزه‌های بعدی خانه‌هایشان را ترک کرده و خیمه نشین شدند. از سوی هم مولا جانان سایق سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث روز گذشته در یک نوار تصویری از رسیدن کمک‌های بیشتر به آسیب دیدگان زمین لرزه ولسوالی زنده‌جان هرات خبر داده است. آقای سایق میگوید که برای آسیب دیدگان مراکز صحی در نزدیکی حادثه ایجاد کردند و مواد خوراکی و غیر خوراکی اولیه نیز به آسیب دیدگان رسیده است. سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث نیز در مورد زمین لرزه صبح روز گذشته در هرات میگوید که این زمین لرزه خسارات جانی بیشتر نداشته، اما خسارات مالی آن بیشتر است. شمار از باشندگان شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا روز گذشته در یک راهپیمایی اعتراضی از مردم فلسطین و مبارزه آنان حمایت کردند.
این شهروندان در این گرد همایی از مردم فلسطین حمایت و علیه اسرائیل شعار دادند. تظاهرات کنندگان در حالی که بیرق سفید در دست داشتند شعارهای مرگ بر اسرائیل و زنده باد فلسطین را سر دادند. باشندگان ولایت پکتیا در این راهپیمایی از سازمان‌های بین المللی خواستند که هر چه زودتر جلو حملات اسرائیل علیه مردم فلسطین را بگیرند. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه در دیدار با هیئت اقتصادی و تجاری ایران روی همکاری‌های بیشتر میان دو کشور تاکید کردند. آقای متقی میگوید که مشکل امنیت و تولید مواد مخدر در افغانستان حل شده و زمینه برای همکاری‌های تجاری و اقتصادی بیشتر از پیش مساعد است و همچنان میگوید که روابط امارت اسلامی در بخش‌های سیاسی و اقتصادی با جهان در حال پیشرفت است. هیئت تجاری ایران نیز در این دیدار بر همکاری‌های بیشتر با افغانستان اطمینان داده است. مسئولان امنیتی در کابل اعلام کردند که نیروهای مبارزه با جرایم جنایی 3 سارق مسلح را از مربوطات ولسوالی پغمان این ولایت بازداشت کردند. در خبرنامه قماندانی امنی کابل آمده است که این افراد در نقاط مختلف شهر کابل با زور اسلحه دست به سرقت می‌زدند. به گفته پلیس کابل از نزد این افراد 1 میل تفنگچه، 1 میل کلاشینکوف و 1 اراده موتر نیز به دست آمده است. کار ساخت دیوار استنادی در 17 قسمت شاهرای بدخشان تخار به سرعت ادامه دارد. مسئولان در ریاست فواید عامه ولایت بدخشان میگویند که 40% کار دیوارهای استنادی در این مسیر پیش رفته و تا 1 ماه دیگر کار آن پایان می‌یابد. کار ساخت این پروژه بزرگ زیربنایی برای 150 تن نیز زمینه کار را فراهم کرده است. مسئولان محلی در پنجشیر میگویند که روند توزیع تخم اصلاح شده گندم و کود کیمیاوی را در این ولایت برای دهقان آغاز کردند. بر اساس معلومات ریاست زراعت، آبیاری و مالداری پنجشیر در این روند قرار است برای 5000 کشاورز در سراسر پنجشیر تخم اصلاح شده گندم و کود کیمیاوی توزیع شود که می تواند محصولات گندم را در این ولایت افزایش دهد. مرکز رسانه‌های حکومت در خبرنامه‌ای از معرفی رئیس جدید این مرکز خبر داده است. بر اساس خبرنامه این مرکز مولوی نعیم الحق حقانی روز گذشته به حیث رئیس مرکز رسانه‌های حکومت معرفی و کارش را آغاز کرده است. این در حالی است که آقای حقانی پیش از این به حیث رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات کار می‌کرد. و امروز قرارداد پروژه سمنت به ارزش 200 میلیون دلار با یک سرمایه گذار قطری امضا خواهد شد. همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم میگوید قرارداد پروژه سمنت جبل سراج به ارزش حدود 200 میلیون دلار امروز با یک سرمایه گذار قطری امضا می شود. جزئیات بیشتر این خبر را در ساعت‌های خبری رادیو حریت بشنوید. و در بخش خبرهای خارجی هم پس از حملات موشکی مبارزان فلسطینی به خاک اسرائیل اکنون این کشور اعلام کرده است که کشته‌های اسرائیل به 1200 تن و زخمی‌ها به 2700 تن رسیده است. با این وجود اسرائیل نیز در ادامه حملات هوایی‌اش به نوار غزه جنگنده‌های این کشور روز گذشته ساختمان پانتون اسلامی غزه را هدف قرار داد و ویران کردند. این بود خبرها تا این ساعت که تقدیمتان شد. از توجهتان سپاس. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.